نصرت قبول باشه. خیلی بهت افتخار میکنم. خب الانم که قاضی تحقیقات شده این خطرها هست دیگه. گفتم شرایط زندگی ما عوض شده، باید خیلی مراقب باشیم. اینو بهم دادن برای حفاظت شخصی. برای چی؟ حفاظت از خودمون. الان از تو چیزی خواستم؟ ناحقه. تو نت در اومده مشخصات باباست. آدرس خونه هم گذاشتم. چیکار باید بکنی؟ نمیدونم هیچی. نمایش رو خاموشش کنم. اشتباه دیدی بود که به زن و بچه‌ت گفتی کارت چیه؟ مگه میشه نگفت؟ تا قبل. رزوان کجایی؟ چی شده؟ نگرانی خانوادت بفهمن چی کاره ای؟ من از هیچ کس نمیترسم.